خب سامستریکس، ویش، میسی، کلی یوتیوبر خفن هست، ولی بدوارز داره نابود میشه. سلام دوستان، من شاوا هستم. خوش اومدید به کانال خودتون. این اولین ویدیوی کانال من هست. امیدوارم که از ادامه ویدیو لذت ببرید. خب یه سری صحبت ها رو همین اول کار داشته باشیم. من هدفم از ویدیو گذاشتن توی این چنل این هست که هم شما رو یه مقدار سرگرم کنم، بخندونمتون و یه هدف دارم، اونم دوئل با میسیه. خب اومدیم که یه جورایی کانتنت بدوارز رو نجات بدیم، ولی خب من برای این کار خیلی نوبم. خب دوستان، بیایم فعلا یه چند تا گیم بازی کنیم، ببینیم که ما در چه سطحی هستیم. و من فست بریجم به زور میتونم بزنم. داخل سرور های پیکسلیم الان، پلیرها قوی. حالا برنامه هم دارم که قوی تر بشم. حالا اونا رو توی ویدیوهای بعدی سعی میکنیم که کلی مهارت یاد بگیریم، اسکیل یاد بگیریم که قوی تر شیم و در نهایت هم با میسی دوئل کنیم. خب فعلا شروع کنیم یه به دیفنس ریز. ریدم که اوه آکوا رو نگاه کن، به فورتنایت پلیریه، ولی خب ما فایربال داریم حاجی. خب این از گیم اول فکر کنم به نوب بودن من پی بردیم. بریم گیم دوم ببینیم این دست چه کار میکنیم. خب به نظر من برای ویدیوهای بعدی یکم بیری زدن تمرین کنیم، بلاک پلیسمنت یاد بگیریم. حتما در ویدیوهای پیش رو پی وی پی هم یاد میگیریم، چون من اصلا نه میتونم دبلیو تپ کنم، نه موومنت بلدم، نه ایمینگ هم خوبه. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید. خب دوستان، حتما برای ایده ویدیوی بعدی کامنت بذارید که من بدونم چی درست کنم. همه کامنت ها رو هم میخونم، نترسید. اوه چه کلاشی دیدم. حالا فعلا که این خوب نیست. خب بازم باختیم، بریم مچ بعدی. خب شاید شما انتظار یه گیم پلی خیلی تمیز رو داشته باشین، ولی خب گفتم من نوبم و این ویدیو صرفا معرفی خودمه و اینکه قراره در آینده چه کارا بکنیم. حتما پی وی پی مو تقویت میکنم، تمرین میکنم تا بتونم یه گیم پلی جذابتر بهتون ارائه بدم، ولی خب الان نوبم فعلا. وای خب ایمینگ اونم که خیلی خرابه. بریم مچ بعدی. حالا یه دونه دو ویدو هم بازی کنیم. خب اومدیم مچ بعدی دیگه. بعد این مچ میریم یه دو ویدو بازی میکنیم، چون دیگه بابا نمیشه سولو همه قبلی هم ما هم که ماشاءالله انقدر پرویم میبازیم تو 2 دقیقه کمتر. ببینم میتونم کسی اینجا بزنم نابودش کنم یا نه. خب
من وقتی بازی میکنم دیگه تو صحبت کردم فلج میشم، اصلا نمیتونم. چرا اینوری اومدم؟ آیکیو 500. ماشاءالله. حتما نظراتتون رو کامنت کنید که چی رو زودتر یاد بگیرم که من تمرین کنم. توی هفته هم 2 تا ویدیو داریم، توی هر هفته، حالا اگه مشکلی پیش نیاد حتما بگید که من تا ویدیو بعدی برسم تمرینش کنم، حتما براتون ضبطش میکنم. اوه خیلی نوبم، ولی از این کارا هم بلدم. آها خب ماشاءالله. ناکپک داشتیم. ای وای خیلی گیم پلیمون کنده. خب اینجا هم فرصت خیلی خوبیه که ما رو یه راش به آکوا بدیم. خب یه بلاکین ریزم اینجا میریم. اینجا هم بریم. وای خیلی خوب رفتم، حالا خودم اینجوری نرفته بودم. آکوا چیکار میکنه؟ بلش کن. اوه رد اومد. ما حواسمون بدیم کجا رو میره. ماشاءالله چقدر پینگ خوبه. خب باختیم. بریم 2v2. خدای یه یار جان خودت بیا. یا خدا نوب نباش، ناروتوه. من راش میرم. خب اینجا بیا نگاه کن، یارمون منتظره. برو من انجام میدم. آره داداش برو من انجام میدم. او بدمون رفت. نرفت، شانس آوردیم، کیلش کردم. بیا اسپلیت. وا اصلا فال دمیج هم نمیخوردیم ها. احتمالاً ویدیوی بعدی بخوام سرور ماینمن رو تست کنم. البته خب بازی که یا خدا بیا بزنم. باختیم. یه دور دیگه بریم. خب دوستان یه برنامه‌ای هم که دارم اینه که به 100 تا سابسکرایبر که رسیدیم، البته فعلا پک ریویو بذارم. 3 تا از پک‌های خیلی خوب که به نظر خودم خیلی پک‌های تمیزی هستن و احتمالاً ریویو کنم، ولی خب مسائل مهمتری هم وجود داره. فعلا حالا ویدیوی PvP رو میذاریم. یا خدا ویدیوی PvP رو میذاریم و البته اگه راهکاری هم بلدیم که پینگمون توی های پیکسل خوب شه، بی زحمت اگه میشه تو کامنت ها یه راهنمایی بکنیم، چون پینگ من بین 200 تا 230 رفت و آمد داره. حالا داخل سرور ماینمن توی ریجن اروپاش اونجا زیاد پینگمون بد نیست، 120 میره، ولی خب نمیشه بازی کردن انقدر پلیرها قوی ان. خب فکر کنم به بلاکین نیاز داریم. مرسی از رفیقمون. خب ولی فکر نکنم بشه بلاکین کرد. یا خدا شیرز میخوایم. حمله کردن. چجوری وید نشد؟ اصلا چیزی به ما نرسید. حداقل یه TNT بگیریم، از عقلمون استفاده کنیم. آها بیا نگاه کن.
همه انمی ها رو بلاک پلیسمنت میکنن، ترپشون میکنن، ما خودمونو. تایمینگ 100% دوستان. راجب کیفیت ویدیوها هم اگه تونستین که نظر بدین ما ممنونتون میشیم. یارمون وید شد. بریم ببینیم تکی میتونیم بدشونو بگیریم. فکر نکنم. آره بابا میگیریم. ایدار دوتامونو نابود شد. یا ابرفر مرسی دمت گرم. به نظرم باید از مهارت هامون استفاده کنیم که قشنگ ویچیم با خیال راحت. اگه سرور میشناسین، مپ میشناسین برای تمرین پارکور، خب مردیم. حتما برام بنویسید که برام تمرین کنم یکم بازیم قوی تر شد. خب دوستان به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. البته خب من نوبم. این جزء اولین تجربه هامه. اگه راجب کیفیت ویدیو نظری دارید حتما بنویسید که من بتونم اونو بهتر کنم. راجب پینگ هم یادتون نره. حتما مپ هم به معرفی کنید. حالا یه مپ برای بلاکینگ پیدا کردم که اونو یه چند وقتی از تمرین میکنم، ولی حتما به معرفی کنید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. احتمالاً ویدیوی بعدی توی سرور ماینمن باشه و قراره بولی بشیم، ولی اگه نظری در مورد ویدیوی بعدی داشتید حتما بهمون بگید و اینکه یادتون نره که لایک کنید ویدیو رو، ساب کنید چنل ما رو و زنگوله هم بزنید که آگاه باشید که کی میاد ویدیوی بعدی. پس تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.